امامعلی رحمان در آغوش این زیبایی ها بزرگ شده است. یک لحظه به عالم خاطرات کودکی رفت. خانه پدری، دوستان و پیوندان ایام کودکی، آنهایی که لحظه های اندوه و خرسندی را با هم می دیدند، او را به خود می کشند. خانه پدر، مکانی که او به دنیا آمده است. اینجا همیشه چشم به راهش هستند. خویشاوندان امروز با شوق دیدار او به این خانه آمده اند تا همدیگر را ملاقات کنند. Nazlı, Zimison'a nazlar mı? Zinde göçke. Havan gelip kimere var? Apamaya surat gibi. Ey surat yüzüm olmuş. Rangar o tez mi? Bir rangar masına işte. Şurada geldim. Surat yüzüm olmuş.